مهمان من روزنامه‌نگار و وکیل دادگستری است، ولی در چند سال گذشته اسم او بیشتر به سبب مبارزاتش علیه تبعیض نسبت به زنان در کشورش ایران بر سر زبان‌ها بوده. از مبارزه علیه قانون سنگسار گرفته تا تلاش برای لغو منع حضور زنان در ورزشگاه‌ها. او حالا چند ماهی است که اینجا در شهر فرانکفورت آلمان زندگی می‌کنه. چرا در اوج مبارزات دموکراسی خواهی در ایران کشورش را ترک کرده؟ شادی صدر به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. خیلی ممنون. خانم صدر، شما الان چند ماهی که اومدین به فرانکفورت و این کار توی بحبوحه تو اوج مبارزات دموکراسی خواهی مردم در ایران کردید. در گذشته بسیار فعال بودید و درست سر بزنگاه ول کردید و اومدین خارج. چرا؟ خب من فکر میکنم که حداقل دلایلش برای خودم روشنه. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم این که برصد من وقتی که از زندان آزاد شدم توی مرداد 88 راستش قصد نداشتم که میدان مبارزه رو به قول شما ترک بکنم، ولی دو تا موضوع باعث شد که این تصمیم رو بگیرم. فکر کردم که یکی این که به نظرم خیلی مهم بود این که این بار در طول بازجویی ها چیزی که من میتونستم به طور قطعی بفهمم این بود که دیگه این سیستم بیشتر از این اجازه فعالیت به من نخواهد داد. بازجوهای من خیلی خیلی به صراحت میگفتن که هر کاری که تو بکنی غیر قانونی از نظر ما، حتی اگه توی روزنامه کیهان مقاله بنویسی. و در واقع مسئله این شده بود که مسئله از این که من چه ننویسم به این شده بود که من چه اگر بنویسم میتوانم بنویسم. نکته دومی که خیلی رو تصمیم گیری من تاثیر داشت این بود که بوده 5 روز که از آزاد شدن من میگذشت، اون کیفرخواست معروف دادستان تهران منتشر شد که در اون اسم من در کنار اسم خانم شیرین عبادی به عنوان رهبران بخش زنان کودتای مخملین معرفی شده بود. و شب اون روز من تصاویر اولین جلسه دادگاه‌های نمایشی رو دیدم و به خصوص تصویر آقای ابطحی من تکون داد. در واقع فکر کردم که خب این میتونه سرنوشتی باشه که در انتظار من هم هست و من نمیخوام که در اون جایگاه وایسم و به هر شکلی با هر شکنجه یا با هر روشی از من اقرار گرفته شده باشه اقرار کنم که فعالیت‌های ما در جنبش زنان در واقع با مقاصد براندازانه طراحی شده بوده یا ما جاسوسان بیگانه بودیم یا عروسکان آمریکا و کشورهای غربی. فکر کردم که در شرایطی که نمیتونم فعالیت‌هامو دیگه ادامه بدم به شکل سابق و هر لحظه این خطر وجود داره، بهترین کار اینه که حداقل برای مدتی هم که شده بیام خارج از کشور و فعالیت‌هامو جور دیگه ادامه بدم. خب حالا برای اونهایی که به شما ممکنه انتقاد بکنن که خب خیلی‌ها در موقعیت شما در ایران بودند و کماکان موندند و پی تمام اینا هم به تنشون مالیدن که ممکنه چه اتفاقاتی براشون بیفته، ولی شما در واقع میدون خالی کردین و چون احساس خطر کردین رفتین به خارج. ببین چند تا چیز هست به نظرم که باید روشن بشه. یکی این که ضمن این که من به تصمیم هر کسی که برای موندن یا برای رفتن اتخاذ میشه احترام میذارم و فکر میکنم که این تصمیمات خیلی از جنبه شخصی داره و نمیشه اساسا از جنبه شخصی نمیشه انتقاد کرد. ما حق هر کسی رو برای حداقل برای مدتی کوتاهی هم که شده برای تنفس آزادی و تنفس در هوای آزاد و کار کردن در شرایط آزادتر باید به رسمیت بشناسیم. حق هر کسی رو برای برخورداری از در واقع نعمت آزادی به رسمیت بشناسیم. ضمن اون من فکر میکنم باز همین تصمیم شخصیه که آدم ها میگیرن برای اینکه در کجا میتونن موثرتر باشن. اون لحظه ارزیابی شخصی من این بود که موندن من در ایران اون تأثیری رو که من میخوام نمیذاره. در واقع منو دچار یک روزمرگی خواهد کرد. ممکنه همسایه بغل دستی من یا دوست من
توی همچین شرایطی نباشه، ممکنه اون بتونه همچنان تاثیر بذاره یا خودش این فکر رو بکنه. ولی ارزیابی شخصی من این بودش که من دیگه نمیتونم بیشتر از این تاثیر بذارم، اما شاید جای دیگه توی فضاهای دیگه بتونم از امکاناتی استفاده کنم که تاثیر بیشتری بذارم رو پیشبرد مبارزات مردم. به این معنا من اومدن خودم رو به خارج از ایران قطع مبارزه نمیدونم، من اومدنم و تداوم مبارزه میدونم. پس قصد ندارین دیگه حالا برگردیم به ایران و موندگار شدین اینجا؟ اگر اینه که ظاهرا اینه، شما دقیقا چی کار میکنین در خارج؟ خب اول این رو روشن کنیم، تصمیم من برای برگشتن یک تصمیم بازه، نه یک تصمیم بسته است. یعنی در واقع به یک معنا اینجوری نیستش که من بگم که من دیگه قصد برگشتن ندارم. اساساً من فکر میکنم که من هر روز قصد برگشتن دارم. تنها چیزی که هست اینه که هر روز باید این ارزیابی رو بکنم که کجا موثرترم، آیا میتونم کارم اونجا ادامه بدم، آیا من در زندان، شاید 100 در زندان تاثیر بیشتری داره، یا شاید 100 تحت شرایط سرکوب، فشار و تهدید، در حالی که همه تلفناش کنترل میشه، تحت شرایط در واقع تو اون شرایط تاثیر بیشتری داره، یا اینجا وقتی که حداقل میتونه که یه کاری بکنه. و اینکه من دقیقاً چیکار میکنم، من دقیقاً سعی میکنم که از تمام امکانات و فرصت هایی که در اختیارم هست یا میسازمشون استفاده کنم برای اینکه اول از همه اینکه تا جایی که میتونم نشون بدم که چگونه به طور روزمره حقوق انسان ها در ایران نقض میشه، تا چه حد جمهوری اسلامی نسبت به تعهدات بین المللی و همینطور قوانین داخلیش در مورد حقوق بشر بی‌اعتناست. و در وهله دوم و به طور خاص در واقع تمرکز من طبیعتاً روی دو موضوع اصلی، یکی سرکوب و نقض حقوق مدافعین حقوق بشر و زندانیان سیاسی، و دوم در واقع نقض حقوق زنان. در قدم بعدی که من فکر میکنم که دراز مدت‌تر شاید باشه، اون چیزی که برای من مهمه و فکر میکنم که براش به نوعی الان زنده‌ام اینه که بتونم با کمک دیگرانی که حداقل هم فکر من هستن و این ایده رو پیش ببریم که لازمه برای نقض حقوق بشر در ایران به راه‌های جدی تری فکر کرد. ما به اندازه کافی بیانیه سیاسی خوندیم و از سازمان‌های بین‌المللی گرفته تا دولت‌های مدافع حقوق بشر. خب الان خیلی بحث‌های متنوعی هست. به نظرم اجماع هنوز وجود نداره. از بحثایی که به خصوص بعد از انتخابات شروع شد که ما لازمه که موارد جرایم علیه بشریت رو که در جمهوری اسلامی اتفاق میفته به دادگاه بین‌المللی کیفری بریم، که بعضی وقتا به نظر میرسه از نظر من بیشتر شبیه یه رویاست با امکانات موجود حقوقی و سیاسی بین‌المللی، تا تشکیل کمیته‌ها و کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، تا استفاده از در واقع دادگاه‌هایی در کشورهای اروپایی یا کشورهایی که در واقع هر جای دنیا نقض حقوق بشر به شکل سیستماتیک و گسترده اتفاق بیفته میتونه مورد محاکمه قرار بده، تا اخیراً که بسیار این ایده برگزاری دادگاه‌های سمبولیک بین‌المللی مطرح هست. من فکر میکنم که اون چیزی که برای من مهمه اینه که به هر حال ما بتونیم یکی یا دو تا از این استراتژی‌ها رو اتخاذ کنیم برای اینکه در واقع یه قدم جلوتر بریم، از مکانیزم‌های قضایی بین‌المللی استفاده کنیم برای اینکه عاملان و آمران نقض سیستماتیک حقوق بشر رو مورد محاکمه قرار بدیم و به مجازات برسونیم.